استدلال نادرست آخوند رافضی از قرآن کریم. ام یقولون افتراه، یعنی اینها خواهند گفت که نکنه این ولایت علی و پیغمبر بی خودی به خدا نسبت میده، افترا به خدا میبنده. خب خدا در مقابلش میفرماید که اگر شما راست میگویید فإن لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله، اگر درباره پیشنهاد ولایت علی این رو از شما نپذیرفتن، بگید که این به علم خدا نازل شده. حالا شما چه بخواید چه نخواید، چه بپذیرید چه نپذیرید، آیا شما تسلیم نمیشید؟ فهل انتم مسلمون. البته این آیه قرآن، امام صادق تفسیر فرمودن که معنای این آیه اینه، فهل انتم مسلمون، آیا شما در مقابل ولایت علی تسلیم میشید یا نمیشید؟ بینندگان گرامی، علمای شیعه برای اثبات ادعای امامت از ارائه کردن حتی یک آیه صریح قرآن عاجز ماندند. لذا در اول قائل به تحریف قرآن شدند و بعد از آن رویکرد خود را تغییر داده شروع به تفسیرهای نادرست از آیات قرآن کریم کردند که نه با سیاق و سباق آیات همخوانی دارد و نه با شأن نزول آنها، چون تفسیری که آنان از قرآن دارند بر اساس قواعد کلی و با توجه به لغت عربی و احادیث صحیح نمی باشد. لذا هر یک از این روحانی نمایان قرآن را در حالی که حتی روحانی آن را بلد نیستند به دلخواه خود و بر اساس اهداف مذهب خود تفسیر می کنند. آنچه که این روحانی نما به آن استدلال می نماید قسمتی از آیات 13 و 14 سوره مبارکه هود است که الله متعال در این آیات مشرکین را به چالش می کشد که اگر بر این باورند که این قرآن از طرف الله متعال نیست، پس اینها هم مانند 10 سوره آن بیاورند و اگر نتوانستند پس باید اذعان نمایند که این قرآن کلام الهی و از جانب الله متعال است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. یا میگویند قرآن را از پیش خود ساخته و بافته است. بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره همانند قرآن سرهم کنید و بیاورید و برای این منظور هر که را جز الله میتوانید به کمک بخوانید. پس اگر پیشنهاد شما را نپذیرند بدانید که قرآن به علم الله نازل شده و بدانید که هیچ معبود بر حقی جز او وجود ندارد. پس آیا شما مسلمان و فرمان بردارید؟ حال این آیات چه ارتباطی به موضوع ولایت امام علی رضی الله عنه دارد؟ البته کسی که اندکی اهتمام به علوم قرآن داشته باشد از سیاق و سباق آیات درک می کند که این آیات در مورد به چالش کشانیدن مشرکین است که اگر معتقدند این قرآن از طرف الله متعال نیست و به او افترا شده، پس ایشان هم 10 سوره مانند آن بیاورند. و کتب تفسیر معتمد اهل تشیع هم چنین تفسیری از این آیات نداشتند که این آخوند رافضی می نماید، بلکه برداشت آنها از این آیه آن چیزی است که ما بیان کردیم. مراجعه شود به تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن طوسی جلد 5 صفحه 449 الی 451، مجمع البیان طبرسی جلد 5 صفحه 221 الی 222، تفسیر المیزان طباطبایی جلد 10 صفحه 84 الی 88. الله متعال می فرماید
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبینا. بنگر چگونه بر الله دروغ می‌بندند و همین به عنوان گناهی آشکار کافی است. آیا تفسیر نادرست نمودن از آیات قرآنی افترا به الله متعال نیست؟